صبح روز 1 ایول صدها داوطلب با امید دانشجو شدن در دانشگاه‌های کشور امتحان قبول سپردند. اما با فرق از سال‌های قبل، قبول داوطلبان به دانشگاه‌ها با رعایت قاعده‌های بهداشتی برگزار شد. بهرام در برابر صدها همسال خود امروز اولین امتحان قبول به دانشگاه را سپرید. او پس از بیرون شدن از اتاق امتحانی مرکزانیده شده تستی اظهار امید کرد که شامل دانشگاه خواهد شد. های مسئله ها بودن یا دو تا قندی های آنها را هم حل کردیم. که تا روز فرمانش برآمدن انتظار میشه. در روز اول قبول امتحان‌های تستی حدود 16,000 داوطلب از کلاستر یکم امتحان سپردند. اما با فرق از سال‌های گذشته قبول امتحان‌های تستی امسال با اجازه ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری کووید 19 برگزار گردید. ستاد جمهوریوی به قرار آمد که با رعایت کردن همین طلبات‌های اساسی یعنی که فاصله اجتماعی و استفاده نقاب‌های حمایوی و موادهای آنتیسپتیکی و دیگر برای همین اینا اجازه داد. برگزاری امتحان‌های قبول به دانشگاه در فرصت معین والدان و داوطلبان را خوشحال کرده است، چون به گفته آنها اعلان تعطیل تا زمان نامعین و لغو امتحان در دانشگاه‌ها اکثریت را نگران کرده بود. والدان میگویند تعطیل پیش از مهلت به فرزندان آنها امکان آمادگی بیشتر به امتحان‌های قبول را فراهم کرد. اون تشکیل‌های مکتبی که بود مثال زنگ آخرون بود و مثال حتی ایول آخرش که درس می‌خوندن وزبین بود گرمتر بود امسال کمتر بر وقتتر تمام شد. همین به فایده بچه‌های ما شد که آنها شیشته همه فکر خالصشون به امتحان صرف کردند. خود داوطلبان میگویند پاندمیای کووید 19 آنها را که آرزوی دانشجو شدن را دارند در حراس قرار داده بود. از سایت های اینترنت می‌دیدیم که امتحانات کی میشه، خیلی گفتن اطمینانی چه دیگه نمیشه و خیلی با خدا شکر تنجی آبادی شد همین کسال واسه ایتودیکسون پاستر شد نمارکای سیسی هم شد نمو جوانو خیلی با سپردیم خیلی با انتظاریم که همین خیلی کسال نیست شد و از همین یکم سنتیامبر درسو سر شده دانشگاه. بنا به آمار رسمی امسال 110,000 نفر در مرکز ملی تستی به صفت داوطلب ثبت نام شدند و برای سپردن سنجش و امتحان‌ها آمادگی می‌گیرند. اما نقشه قبول داوطلبان به مکتب‌های عالی و میانه کسبی تاجیکستان امسال بیشتر از 80,000 نفر مقرر شده است. مسئولین این مرکز میگویند امتحان‌های قبول تا 7 ایول در 18 مکتب سراسر کشور گذرانیده شده برای داوطلبان در دور تکراری امکانیت فراهم خواهد شد. مسئولین مرکز تستی میگویند امسال تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته بیشتر است و آن به خروج بیماری همگیری کووید 19 ربط دارد که راه تحصیل برخی از داوطلبان در خارج از کشور را بست و آنها برای شامل شدن به دانشگاه‌های تاجیکستان به مرکز ملی تستی حجت سپردند.